خب حالا الان میخوام از اینستاگرام بگم. اینستاگرام هوش مصنوعی اینجوریه که میگه تو باید کار کنی، از همه ابزارهای منم استفاده کنی، هرچی بیشتر با هم کار کنی من زودتر میبرم بالا. یا میتونی پول داشته باشی برداری مثلا چند نفر رو ادمین کنی و اونا برات کار کنن تا تو بری بالا. خب یه چیزی برای اون فرقی نمیکنه که کی فعالیت میکنه، حالا یا ادمین یا خودت دیگه، درسته؟ نه فرقی نمیکنه، ولی واقعی بودن تو فرق براش داره. مثلا دوست داره تو یه کاربر واقعی باشی، یه چیز ربات مانند نباشی. خب یه سوال دیگه، اونجا که توضیح دادی گفتی نظم داشته باشه برای اینستا. آره اینستا ببین نظم هست